سال 1764 توی فرانسه توی منطقه کوهستانی به اسم ژودون یه وحشت واقعی شروع شد. مردم میگفتن موجودی شبیه گرگ اما خیلی خیلی بزرگتر داره آدما رو میکشه. قربانی‌ها بیشتر بچه و زنا بودن و تعدادشون حدوداً 300 نفر. اولین قربانی یه چوپان 14 ساله بود. جسدش رو با گلوی دریده پیدا کردن. یه ماه بعد یه دختر 15 ساله هدف حمله قرار گرفت. این یکی قبل از اینکه بمیره تونست فقط چند کلمه بگه. گفته بود موجودی که بهش حمله کرده چیزی وحشتناکتر از یه گرگ معمولیه. گزارش حمله روز به روز داشت بیشتر میشد. هر هفته خبر جسده تیکه پاره. روزنامه ها پر میشدن از داستانهایی که با آب و تاب نوشته میشدن. اسمش دیگه همه جا پیچیده بود. هیولای ژودون. میگفتن این موجود پشمی سیاه و ضخیم داره. سینش پهنه، دهنش اونقدر بزرگه که میتونه یه آدمو نصف قورت بده. بعضی قد قوارش رو به یک کره خیای گوساله تشبیه میکردن. حتی بعضی شاهدا قسم میخوردن که اون جونور روی دوتا پاش مثل یه آدم راه میرفته. 3 سال تمام مردم فرانسه با ترس و وحشت زندگی کردن. شکارچیا، سربازا، حتی خود پادشاه